به نام خدا. دوستان، عملیات فازیابی روی خط 20 کیلوولت به این صورت انجام میشه که مدار پایین سکشن بازه، از یه منبع تغذیه میشه یا یک مدار یا فیدر 20 کیلوولت تغذیه شده و مدار بالا از یه فیدر دیگه. عملیات فازیابی و هم فازی و توالی فازا این گونه که ملاحظه میکنید انجام میشه. جاهایی که شبکه رینگ داریم یا از یه نقطه‌ای به نقطه دیگه باید خط 20 رو جابجا کنیم یا مدار تغذیه‌ش رو جلوتر انتقال بدیم، نیاز به توالی فاز داره. فازا بالا و پایین یک قطع کننده یا سکشن یا حالا سکسیونر یا حالا هر قطع کننده دیگری که هستش باید هم فاز باشه، غیر همنام نباید باشه. یه فاز